وقتی درجا میخواید برقصید و نمیخواید دیگه حرکت بکنید، کافیه که وزنتون رو به سمت چپ و راست بندازید و باسن رو روی پای صاف. این کار رو با سرعت آهنگ تنظیم میکنید. دستاتون رو هم همینجا نگه میدارید. بهتره که زانویی که خم میشه دستش یکم بیاد جلو، یا برعکس اون که صافه دستش یکم عقب‌تر باشه. و این قانون رو در حالتهای مختلف و ارتفاعهای مختلف میتونید انجام بدید. با آهنگ براتون انجام میدم که ببینید.